یه خانواده 3 نفره برای تعطیلات آخر هفته به یه کلبه جنگلی تو شمال رفتن و پدر خانواده رفت بیرون تا برای بخاری هیزمی کلبه هیزم جمع کنه. اما وقتی برگشت اولین چیزی که به چشمش اومد یه انگشت قطع شده روی زمین آشپزخونه بود. با وحشت تبرشو از رو دوشش برداشت و دوید سمت اتاق خواب. سارا دخترش بیخبر از همه جا آروم خوابیده بود. پدر آروم سارا رو برگردون. وای نه، شکم سارا پاره پاره شده بود. پدر با وحشت کل کلبه رو گشت. خبری از همسرش نبود. یهو صدای یه خشخشی از تو کمد دیواری شنید. قلبش اومد تو دهنش. با دستای لرزون تبر رو برد بالا تا به محض باز کردن در به کسی که داخل کمد حمله کنه. در کمد رو با یه حرکت سریع باز کرد. اما تو کمد هیچ قاتلی نبود. فقط سر بریده همسرش بود که موهاش به آویز لباس بسته شده بود و در حالی که ازش خون میچکید و چشمای وحشت زده بهش خیره شده بود. پدر با ناباوری به چاقویی توی دست بدن بی‌سر همسرش و بعد به دست خودش نگاه کرد. تازه اونجا بود که فهمید اون انگشت قطع شده انگشت خودش بوده. اون تمام این مدت توی خونه بوده، نه در حال هیزم جمع کردن.